طبعا که همه شما میدارید و امروز فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قرقیزستان و ارمنیا و شامل شدن و امروز اتحادیه اقتصادی اوراسیا نام دارد و این البته مسئله است که بسیار دامنه‌دار است و ارتباط با مجموعه زیادی مسائل اقتصادی دارد و تنها با یک گمرک و فعالیت گمرکی محدود نیست، هرچند که این اتحادیه در ابتدا پیش از در ابتدای تأسیس یابیش به نام اتحادیه گمرکی رسمی شد، لیکن در اینجا مجموع بسیار مسائلی هست که تحلیل و آموزشی علاوگی را تقاضا می‌نماید و با این مقصد از جانب سپارش جمهوری تاجیکستان در نزد وزارت رشد اقتصاد و سبدا گروه کاری بین اداره‌ای تأسیس داده شده است. تمام مسائل مربوط به عاقبت‌های احتمالی واقع شوی جمهوری تاجیکستان و اتحادیه مورد آموزش و بررسی این گروه قرار داده می‌شود و بعد از تحلیل آموزشی مسئله بعد میتوان خلاصه برآورد که این همراه شدن با این اتحاد چی عاقبت‌های مثبت یا منفی میتوان